زن و فرزند خود را پرتافته و جهاد میکند. اگر تو جهاد میخواهی مرحمت، احترام پدر مادر، جهاد میخواهی مرحمت، دوست داشتن وطن، جهاد میخواهی مرحمت. اگر یک نفری در حق یک پادشاه دعای خیر میکنه یا دعای هدایت میکنه، برای همون سرزمین گویا که دعا کرده باشه، چون که او پادشاه راهبر همون سرزمین است. تو کثیف لعین بیار خواهر 150 خواهر تا قطع 75 نام بیوه اپای دیگر در سعودی به تی نمیماند تا حج بکنی. برای تو وهابی، برای تو کثیفی، برای تو بدبختی. ای لعینا، ای خدازدا، ای کثافتا، ای وهابیا، ای سلفیا، ای مجوسیا، ای زندقا، شما در کجا کتشیدگی؟ مادرش پیدگی یا که انسان ایمران مردان خیلی گپ زدی که زنها هم شیشتگی نکنی، تمام اینجا زنها هم شیشتگی باشن. خواهر مادر یعنی وهابیا و سلفیا را 10 مراتب این همی خواهرام چه شیشتگیه؟ نه این همی این ای والله قسم اگر من این همی شخصا من اگر ولی خواهراتون نه مرداتون در خواهراتون نه مرداتون میفهمی؟ استغفرالله. حدانالت ای گوشتی بدن ایت ششلیک میسازم میفروشم بعد دستم بزنی. تو با مرا اوگراجت میکنی بعد دستم ای والله لازم یا وهابی بننگ ناموس و برو همجا بو که عمران تو در کجای آدرس تا ما بخرم. والله تو بیا با پیش مرا، تو مردا که بیا با پیش مرا. ای قسم والله پاک برای پیش ما اومدن این تا کونی ناز بیواد اینقدر کتا میشه کونی کوساوری میشه با پیش ما میای. فهمیدی وهابی؟ هست یک وهابی زندگی که نمیتا مردک باشه، نمیتا علم داشته باشه، بگه برادر بس من خاطر علم گپ میزنم، تو ما رو تحقیر کردی، تو رویای ما رو پس زدی، یا من مردک ولی خاطر گپ میزنم. دارین انتری وهابی بقوت بیا بسم الله گپ میزنی میک تر میتونم ما متر زورت میکنم پدنالات. قرآن کریم میگه که یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم وبئس المصیر. با این کافرها میگه غلیظ غلظانه با وقار صحبت بکن. اینو قد خی خوب نکن ما الهی کجون گپ شد ای میکشم خواهر در میکنم پدنالات معلوم نه خودم از نشه ملعون بگه پدنالات. عقل ندارم. او که تو گپی کثیف زدی ای پدنالات من اصلا ندارم خواهر در دایره بکنی در کنی بیاد. استغفر الله العظیم. خرای کثیف دنیا سگ بچه برومده نه که ما کدوم جواب میزنید. به قطعا 75 قبیله نمی وهابی و سلام خود میزنم گوهیزن تا خوردانی میشه. بیا مرده که برا وهاب برا محمد مدنی تبگی بیا 75 قبیله وهابی تبیار. والله بالله تالله قسم بیا در نمیشه موضوع تو وهابی انتخاب که ما قطعی گپ میزنم. والله قسم میخورم تو وهابی موضوع انتخاب که ما با کتاب قطعی گپ نزدم روی مسیو امی بیا تو بگو مرده واری که عمران جان تو در نمیشه بس ما قطعی علم گپ میزنم. والله العظیم یک کلمه غلط ایما برومد در روی ما توف که لیکن شما میبرین حقارت میکنین من مجبورم که بخپم ایامو. اعوذ بالله. خیره بس اکا جان خواهش میکنم بس اکا جان بس التماس عمر اگر از وجودت که کدی بیار خواهر تا بتن نباشه. اکا جان اعوذ بالله اکا جان التماس بس اوقا غیرت نداره اکا به نام الله ندارن. یگان تاش بگه آدرس اینه همه آدرس ها رو میگم بیا خونی ما بگذار به الله قسم میخورم لوبای وهابیت ببرو با زبان تاجیکی و روسی همی کوچاگی گپ زنم لوبای منی وهابیت ببرو والله العظیم آدرس میتم. بیا مرده که از پیش گپ میزنم اگر با علم گپ میزنی مرحمت میدون میتای. بیا اینا بسم الله بیا با بالا. حضرت مولا خوب ان شاء الله. و علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله شما خوبه. خداوند نگاه داره. من طرفدار اختم خدا صد سالت حضرت یا ایسایت پویتو میترسن حضرت یا از سگن درست میگوی خان تبز رحمت و پدر و مادر خداوند در بگای جماعت خداوند عمری دراز تا تان صحت کنه علم تزیاد کنه یا از سگ هستن که همو عدور و عوام ان شاء الله آخرون گپ میگم تا روزی که الله مهربان مرا جان در بدن داده، تا روزی که الله مهربان مرا قوت داده، فقط و فقط وظیفه ما حامله دار کردن وهابی و سلفی خواهرای وهابی و سلفی. ما یگان وظیفه دیگه ندارم. اینا بیا وهابی که خطا حمایت میکنی بیا حمایت مالدیس قند حفظ اگر خواهر اوچت دایره کنم اوچت کی ما کی را وهابی را سلفی را بیا بسم الله حمایت بیا حمایت. ایزن ابن تیمیه سرکرده تا عبدالوهاب تا دختر فلان یک با میره گمش. اعوذ بالله بس خیر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله
واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. من وقت تعجب میکردم مولا از کافر که منافق کلمه میخوانم میده بین مسلمانا در مسجد مسلمانا و میگه من مسلمان هستم. این درک از یکی درک چی رو میگن؟ یکی درجات جنت، درجات داره جنت اول، جنت دوم، سوم، چهارم، پنجم. این درجات میگه. درکات چی رو میگن؟ که پایین آمده میگه. دوزخ درجه یک، بازی که یک درجه پایین، باز پایین. منافق بکنم است. منافق در آخری قسمت دوزخ است. دوزیر چی گفت است؟ دوزیر میگه دوزیر که از چیزی که گندگی و ریب و خون و چتلی و گندگی و میده خرابی و میدهایی که در گرفته و رودایی در گرفته و کل چتلی هایی کسی کلش میده کجا؟ در این پایین قسمت. یعنی هم چتلی های خارجی و کافر رو بی منافق میخورن. عاشق مستهام مغرام والمدح فن يا بدر التمام يا طير ذا الكون إني عاشق